سلام رفقا. سلام رفقا. حال تو چطوره؟ اومدیم اینجا باکشات رولت. اومدیم باکشات رولت. آره دوبار داره دوشنه تو باکشات رولت بازم ببرم مثل دسته های قبلی. حالا شما نهید آبار بودش. دستت خود بابا دستبند. بابا نزن دستبند دیگه. این بچه هر تو باکشات رولت میره فقط دستبند میزنه. دستبند میزنه فقط اسپم دستبند. آره کی میگه؟ فقط اسپم دستبند میزنه. یعنی بازی اینقدر بهش دستبند میده. به خودت میزنی؟ تیرش توش خالی بود. حاجی که شلیک میکنه بده. یعنی فکر میکنی پره توش چاقو داری؟ یه چاقو داری؟ نه اشتباه نکن جوشنی. اشتباه نکن. نوکرم خالی بود. بچه میدونید دیگه قضیه باکشات رولت چیه؟ یه بازی روسی بود ازش روش اسکی رفتم. ریدم. بزن بخور وای. فکر کنم یه 6 تای جون داریم باید همدیگر بزنیم. آیتم های مختلفی هم بهمون میده. بابا 100 بار زدی نخورد آخر به من خورد. چند تا جون داریم؟ فکر کنم 1 2 3 4 5 6 تا جون داریم. ما یه سیب میخوریم جونمون پر میشه. خب این از اول کار. بعد یه دستبند نمکی به چیز میزنیم جوشنی. بعد یه ذره میزنیم ببینیم تو چیه. اول بازی خدا وکیلی من تیرا رو ندیدم. خیلی خرید جوشنی خداحافظی کن. نه با خودم میزنم. تیرش خالی بود. با الکی دستبند زدم. دقیقا اگی بگیره آجی دستبند داره. من اسپم دستبند میدم. آر میده آجی بکنم 4 تا پر 3 تا خالی. بچه یادتون باشه 3 تا خالی احمد. 4 تا خالیه برداشت پره. 4 تا پر نیست که. سلام نکن بچه داره گمراه میکنه. 3 تا پر 4 تا پر. دستبند داری؟ آره بابا میخوام ذره بزنم. چیکار به دستبند دارم؟ بابا من چیکار به دستبند دارم؟ میخوام ذره بزنم. گوشاور رو بهزون بخواد یوز کنه. اگه کنارش چه چاقو باشه گوشاور بهزون یوز. یا الفاظ بابا چرا خالی الان؟ من نمیدونم چرا خالیه. چرا؟ وای توش خالیه. ولی توش پر بود. ناکرم. وای دستشو باد. اول از های دستبند رو میزنه. نه نزد. چرا دوشابه خود؟ من دارم با سیب یوز میکنم دوشابه بخوره. ناکرم. بچه دستش خورد دوشابه خورد. تیرت واقعا انداخته شد. 100% توش خالیه. باید خالی باشه. نه 100% توش پره آجی. بیشتر پر بودش. الان توش پره. وای نه خالیه. بیشتر فکرم ذره بین زدی. نوشتم یو آجی. زدم یو. چرا من آجی ذره بین دیدی بر زدی یو. نوکرم خالی زد. زندگی فعلا بیا شما دستبند بگیر. آقا اینجا فوش میدن کسی ویدیو تو رسید بزن ببینه. نوکرم اینقدر فوش میدن نتونی ویدیو تو آپلود کنی. فوش داده تو ویدیو. الان باید خالی باشه دیگه. آره
خالی آقا. بابا چجوری؟ الان چجوری این پر بود؟ بچه من با یه دونه کاغذ یادداشت بیارم اینجا. جوشنی به خودت بزن، خالیه. به خودت بزن جوشنی. میدونم. بابا خواسته گمراهش کنم به خودم به من بزنه. آجی چاقو یا ساتوره؟ اینقدر سیاهه نمیتونم ببینم. ساتوره اینجا. نجات پرست بدبخت. نجات پرست. آقا چی نجات پرست؟ تیرا مساویه. چرا آقا تو شد الان؟ نه بکن. بابا نه گفتم اسپمرت دستبنده نگفتم. کی به کی میگه؟ بچه نشنید حرفشو دیگه. اوه پر بوده توش. بچه چاقو وقتی بزنی 2 تا از جوناتو میبره نه یه دونه. آره. انتقام اینو میگیرم. 2 تا رو بهت میزنم. 2 تا رو بدجور بهت میزنم. خالی باشه بخندیم. نوکرم. گفتیم خالی باشه بخندیم. دمیجتو خوردی. بفرما دستبند. یه چاقو هم بزنیم. خدایا خدایا توش تیر باشه. الله اکبر. نوکرم. آقا یه ریس میکنیم اینم میزنیم. این بگیره جوشنی مرده. این بگیره جوشنی مرده. حرف دیگه نداره جوشنی؟ بزنم کدلا چی؟ جوشنی از دست دادیم تو رو؟ بزن. ابوالفضل نوکرم. و خلج رانده یکو میبره. پول منو بدید. من پولمو میخوام. به من باید $1000 بدید. 3 تا خالی داریم. چرا 2 تا برو زن؟ نوکرم. به من پولمو بدید. من 1 میلیارد پول میخوام. 1 میلیارد دلار. بچه ها میدونی چجوری دلار رو به تومن تبدیل کنیم تو ایران؟ همه دارن تو کامنت ها بنویسید. لایک و فالو هم که دیگه فراموش نشه دیگه. کجا رفت؟ فوش دادم ها. فوش دادم. فوش نده آقا. کجا رفتم من؟ یه بار گفتم کیرم دهنه. 3 بار گفتم. آقا شما یه خورده صداشو کم میکنیم شما نشنوید. صداشو بچه داره فوش میده ولی شما نمیشنوید. یه رانده بازی میکنیم. ایران دم باز میبازی روشنی. من دارم پیش بینی میکنم. خدا داره بهم میگه این دست میبازه. 3 تا چاقو آجی. اوه چه دست پر ملاتی شده. خیلی ملاتش زیاده آخه. بابا چرا اول از تو افتاد؟ نوکرم. نوشا برا خورد. پرو انداخت. تیر باشه. نوکرم. فاش شد آقا. 2 تا پر 2 تا خالی. خالی باشه. نوکرم. جوشنی رو نگاه. جوشنی خیلی شانسش بده. خدا زدتش جوشنی. جوشنی لفت داد. چه لفت داد جوشنی؟ جوشنی اینقدر فشار خود لفت داد.
بچه یه وقت چیز بعدی فکر نکنین دست زدن ها. چون خرج هر وقت خرج میبره باید دست بزنید. هر وقت خرج میبره باید دست بزنید بچه ها. تو کامنت ها دست ببینم ها. حالا بچه ها جوشنی داره میگه چیزای بعد تو کامنت ها به من بنویسید ولی نه چون ننویسید. صداش یه خورده کم کردم بلندگوشو بستم. فشارش رو ششه اینطوری حرف بزنی. با این حال که خیلی بلند داد زد ولی صداش نیومد برای شما. خودم تازه دارم به زور میشنوم. یه دستی بریم. جاشه فشار شده میگه یه دستی بریم. تایم ویدیو چقدر شده واسه ببینم. اسپیدرانه 11 دقیقه. تو 11 دقیقه زدمت. یه 12 دقیقه نکنم کمتر بود. آه فکر نکنم چرا اینجوری میگی؟ خطر بند شدن از آپارات. فوش نده بچه من فوشا شد بابا. نه حالا صداش کم شما نمیشنم داره خیلی فوشای بدی میده. شما اهمیت ندید. شما به بردای من فکر کنید. آی منو برد. من نمیخوام چیزی بخرم. خب بچه ها مرسی تا اینجا ویدیو دیدید. لایک و کامنت و فالو فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه